شارع اصلی الله هست. شارع یعنی کسی که قوانین خوب، خراب، صحیح، غلط، حق، باطل، حلال و حرام تعیین میکنه. نفهمید؟ متوجه هستین؟ کسی که خوب، خراب، چی خوب است، چی خراب است، چی حق است، چی باطل است، چی درست است، چی غلط است، چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است. این کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. پس شارع اصلی الله سبحانه و تعالی است. فکرتان باشه بین شریعت و قانون یک فرق است. ما و شما باید بفهمیم. شریعت اونمو احکام الهی است که توسط کتاب‌های آسمانی و توسط پیغمبر برای انسان‌ها رسانده شده است. این شریعت میگه. فهمیدی یعنی که شارع از الله است. قانون چی هست؟ قانونی است که او را انسان‌ها به خاطر منفعت خودشان میسازن. پس فرق بین شریعت و قانون است. قوانین که هست، شریعت که هست از اول کامل و شریعتی که بر رسول الله آمده شریعت کامل و صالح برای امت اسلام شریعت الهی هست که این باید مسلمان تطبیق بکنه. و قانون که ساخته میشه باز قانون مراحل داره که در 15 حقوق شما شاید خوانده باشین، در شریعت و حقوق، در مسائل حقوقی که ما درس میتیم باز تاریخ قانون خوانده میشه که قانون تو یک تاریخ داره که اول از یک قبیله شروع میشه، قانون قبیلوی میباشه، از فامیل مثلا کلان فامیل است، باز بعد از کلان فامیل باز بالاخره کلان قبیله قانون میسازه، احکام از اون من حیث قانون تطبیق میشه. باز با گذشت زمان ای باز قبایل چند تا یک جای میشن، یک کشور تشکیل میتن، باز قانون مملکت ساخته شدن، باز بالاخره قانون کلان شده میره اما تو با گذشت زمان بالاخره قانون بین المللی بینی گپا گفته میشه. ابتدا از بسیار ضعف و اشکال تقلیدی و ضعیف شروع میشه و متا اساسا پیش رفته میشه. قانون است. اما شریعت الله که از این مراحل نداره. شریعت الله از اول وقتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده شریعت کامل هست که برای بشریت الله را چیز کرده، نازل کرده. خب مطابقت از شریعت این جزء از ایمان مسلمان ها هست. چرا؟ الله سبحانه تعالی میگه که ثم جعلناک علی شریعت من الامر. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را ما گشتاندیم به یک شریعت از اوامر، فتبعا پس تو مطابقت از این بکو. ای پیغمبر مکلفیت تو هست که از الله یاد بگیری که چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی فرض است، چی لازم است، چی لازم نیست، چی خوب است، چی بد است، چی حق است، چی باطل است. کل ذی الله